زندگی نامی قهرمان بر ما بگوین. فرزندی که بود به کجا متولد شد، چگونه زندگی داشت؟ احمد شاه مسعود در ولایت پنجشیر به دنیا آمد، ولی فکرش در جغرافیای افغانستان بود. افغانستان را من حیث مادر خود دوست داشت. در یک نقطه ای از افغانستان به دنیا می آید، اما تمام افغانستان را من حیث مادر مشترک تمام افغان ها می داند. این جالب است. و به روزگاری بود که خواست برای تعلیم و تحصیل بکنه و میره به فاکولته انجینری به صنف دوم. از اینجا در امی زمان است که یک ابرقدرت به نام اتحاد جماهیر شوروی، یک هیولای زمان به هدف اشغال و تهاجم میآید در این خاک مقدس ما و شما که این مادر مشترک ما هست، میآید و میخواهد که این خاک در قبضه خود بگیره، در زیر سیطره خود بگیره. در اینجا است که مثل احمد شاه مسعود از شرق تا به غرب، از شمال تا به جنوب، جوانها، هر کسی که در هر جایی است قلم گذاشته به جایش تفنگ میگیره و مبارزه میکند. مبارزه‌ای که میکنه احمد شاه مسعود، این یک شخصیت نظامی هم نبود، سیاسی هم نبود، اما ما و شما میبینیم که تمام اون متخصصینی که در بخش نظام و سیاست است انگشت دندان میگیرن که از کجا خوانده و چگونه شده، چون این در صحنه عمل قرار داشت و از او خاطر تانست خود به مون مدارج بالای برسانه. و چیزی که برای ما مهم است او است که اندیشه های احمد شاه مسعود است. اندیشه هایی که احمد شاه مسعود داشت، ای کاش مادر گیتی چندین احمد شاه دیگر در 4 سمت از این کشور به دنیا بیاید که امروز ما و شما بشینیم روی پیرامون فرهنگ، آداب زندگی، معاشرت های اجتماعی صحبت کنیم. اما این که نداریم، ناگزیر هستیم که ما از احمد شاه مسعود صحبت بکنیم و احمد شاه مسعود معرفی کنیم که یک معلمی بود در مکتب انسانیت.